آقا بریم یه استابلایزر رو نصب بکنیم و یه سری تجهیزات بهش وصل بکنیم، ببینیم که تقریبا چند آمپر برق میکشه و مثلا این دستگاه 5 کاوای سرو موتوری چند آمپر دووم میاره. اول از همه بگم که یه ورودی و خروجی پشت این استابلایزره که ورودی خروجی رو از طریق جعبه فیوز میاد وصل میکنید، تجهیزاتتون هم وصل کنید توی خروجی. الان اینجا نگاه کنید، یه دونه بخاری برقی داریم، یه سماور برقی، یه دونه مایکروفر و یه دونه کولر آبی که مصرفش حدوداً 1-2 آمپر. برید دونه دونه اینا رو روشن بکنیم ببینیم که چند آمپر مصرف میکنه و واکنش این دستگاه استابلایزر چیه. اول میام بخاری رو روشن میکنم، بخاری برقی رو. توی این حالت 3.7، توی آخرین حالتش 7.5 آمپر داره میکشه، با احتساب اینکه هیترش هم روشنه. حالا سماور برقی رو روشن میکنم ببینیم چند آمپر میکشه. 12.7 آمپر داره میکشه. حالا مایکروفر شد 18.4. کولر آبی هم که روشن کردیم داره 19.6 آمپر میکشه. پس دستگاه 5 کاوا تقریبا 20 آمپر بهتون خروجی میده، ولی بازم اینو در نظر بگیرید که یه رنج بالاتر باید استابلایزر رو تهیه بکنید. پس دوست عزیزی که ماینر داری، پمپ آب داری، کولر گازی داری، وسایلی داری که با هیتر کار میکنن، اینا مصرفشون خیلی بالاست، تو توان استابلایزر خیلی موثره. به تعدادی که کولر گازی و بارای موتوری و بارای هیتریتون زیاد باشه، توان استابلایزر هم میره بالاتر.